این راه مشکلگذار و مخوف بخشی از شاهراهای بین المللی تاجیکستان در منطقه شوراباد ختلان است. سالهای اخیر حرکت نقلیات در این جاده خیلی فعال گشته و بر راه اصلی به سوی بدخشان و خارج از تاجیکستان خاصه به سوی چین تبدیل شده است. اما اکثر موارد هوای نامساعد فصلهای سرد حرکت در این راه را به تأخیر می اندازد و راننده ها ساعتهای طولانی باز شدن راه را تحمل می کنند. ولی انتظار می رود که این مشکل راه و اذیت رانندگان و مسافران حداقل در این منطقه تا 3 سال دیگر ادامه خواهد کرد. تا آن زمانی که طرح تجدید راه میان نواحی شوراباد ختلان و درواز بدخشان انجام می شود. بنیاد این طرح که 92 میلیون دلار هزینه دارد روز 31 اکتبر با شرکت رئیس جمهوری تاجیکستان رسما آغاز شد. اما هدف ما از این سفر به ناحیه شوراباد شرکت در مراسم گذاشتن سنگ تهدابی یک پل 162 متری میان تاجیکستان و افغانستان بر فراز رودخانه 5 در منطقه شاهانه شوراباد بود. طرحی که بنیاد آقاخان با سرمایه‌گذاری حکومت آلمان انجام خواهد داد. این پل را امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان، شاه کریم آقاخان 4 پیشوای اسماعیلیان جهان، سفیر آلمان در دوشنبه و وزیر فواید عامه افغانستان پایه‌گذاری کردند. در 2-3 سال اخیر پول ششم میشود. این برای خوشبختی شما، آبادی شما، بهتر شدن سطح زندگی شما، آمد و رفت. اکثریت تا خویش اقربا هستیم. من شخصا جدا نمیکنم، قلبای ما یک است، با برادرای افغان یک است، ما جدا نمیکنیم. یک پاره نان داشته باشه با شما تقسیم کرده میکنیم. یک خواهش دارم از شما، مردم جمع کنین، فهمانین مواد مخدر باید در این راه دیگر نباشه. از دو جانب رودخانه 5 مردم جمع آمده و به خاطر پایه‌گذاری به پل نو میان دو کشور تاجیکستان و افغانستان 4 پای قربانی کرده و از این طرح استقبال نمودند. امی پل ای که امروز ما در اینجا آمدیم گپی ساده نیست، گپی بسیار مهم است که یک روشنایی به مردم خواهان باز شد. مردم ما امیدوار به است که مریضای بسیار خطرناکی ما که به مرکز انتقال نمی‌شن در عرض راه میمیرن، ما به همین پول امکانات پیدا شد که در اینجا بیان. زنای بدن که حامله بودن در عرض راه رفتن طفل تولد کردن، یا طفلش مرد یا خودش مرد. امسال در خان خشکسالی سراپا مردم گرفتن که امروز به 1 لقمه نان احتیاج هستند. خشکسالی همه چیز خشک داد، میوه خشک داد، از زمین زراعتیمون از خشک ساخت. 5 هکتار باغ دارم، محصولات میفروشم. دو کیلو میرن خونه میخرن، میگیرن میبرن، خریدارا میارن بگیرن میفروشن. برای چی فایده نداره؟ البته دوشنبه در اینجا داخل رایون با تراکتور هم گرفتن آوردن ممکنه. طبیعتا پولا در همه زمینه‌ها موثر بوده، هم برای اقتصاد، هم برای امنیت و هم برای آشنایی بیشتر دو طرف مردم با یکدیگر اقوام رفت آمد. چرا در همه زمینه‌ها موثر بوده. ببینید آمدن پل، جاده و سرک یک گام به طرف انکشاف هست. طبیعتا نمیتونه به تاثیر باشه. یعنی شما یک جایی که وارد شهریت میشین، یک زندگی جدیدتر میشین، امنیت شما بخواید نخواهید متأثر از این وضعیت بهبود پیدا میکنه. این طبیعی هست. وکیلان شورای ولایتی بدخشان افغانستان همزمان با مساعدت به انتقال و طبابت مریضان خود در تاجیکستان و تامین غذا در فصل زمستان از رئیس جمهوری تاجیکستان خواستار انتقال برق به منطقه خود شدند. امام علی رحمان در پاسخ این تقاضای وکیلان افغان به نمایندگان سفارتخانه‌های کشورهای اروپایی مقیم دوشنبه مراجعت کرد. ما بسیار خواهش میکردم که سفیران اوراسیوس بی‌طرفی بیچاره نگیرین. اگر کمک کردنی باشین جدی کمک کنید از یاد سیاست. ما این نمیسازیم. ما این نخواهیم راغون و ساخته ایزاده میسازیم. هم برای خودمان، هم برای افغان، هم برای پاکستانی. باید برقشان ما تامین کنیم. تحلیلگران بر اینند که با احداث پل نو در مرز میان تاجیکستان و افغانستان امنیت در آن منطقه کوهستانی قوی‌تر خواهد شد، زیرا آن منطقه به یک گذرگاه اضافی ساکنان دو جانب مرز تبدیل می شود و نیروهای بیشتری امنیتی و ترتیبات و نظارتی دو جانب آن منطقه اعزام خواهد شد.